درود با شما، روزتان بخیر باشد. امروز جمعه 18 دکبر 2020 سال است و تفصیل خبرهای مهمترین امروز تاجیکستان و جهان را این ساعت در روی موج رادیو موجر میشنوید. خبرها را از یکاترینبورگ شروع میکنیم. امروز جمعه 18 دکبر در شهر یکاترینبورگ کنسول گنرالی جمهوری تاجیکستان ظفر سعیدزاده با وزیر رابطه های بین المللی و خارجی ولایت سورلوفسک روسیه واسیلی کازلوف ملاقات کرد. در جریان ملاقات جناب اوید به حالت امکانیت های پتانسیلی و دورنمای رشد همکاری های ولایت سورلوفسک همچون منطقه فدراسیون روسیه با منطقه های تاجیکستان مبادله افکار نمودند. وزیر رابطه های بین المللی و خارجی واسیلی کازلوف تاکید کرده است که منطقه اورال روسیه مناسبات دوستانه و با اعتماد با خلق تاجیک همکاری های دراز مدت با جمهوری را در ساحه‌های اقتصادی، فرهنگ و گومانیتری بلند ارزیابی میکند. واسیلی کازلوف با دیپلمات تاجیک برای راه اندازی منفعت عمیق طرفین بر رشد همکاری های گوناگون جنبه بین دولتی و بین منطقوی اظهار منتداری کرده است. مصاحبان اظهار اطمینان کردند که روابط بین المللی اورالمیانه با تاجیکستان من بعد نیز تحکیم خواهد یافت و به سطح صفتا نو خواهد رسید. ادامه نشر خبری برمیگردیم از منطقه اورال به کالوگا میرویم. در شهر ابنینسک ولایت کالوگا روسیه یک خانه خصوصی که مهاجران از آسیای مرکزی در آن زندگی میکردند آتش گرفت. خبر میدهد پورتال خبری ابنینسک نیم. گفته می شود که ساختار در خانه رقم 6 کوچه مسکوفسکی شهر ابنینسک واقع آمده است. در خبر واضح کرده نشده است که در این منزل مهاجران از کدام از کشورهای آسیای مرکزی زندگی میکردند. و گفته ایوان دیاچنکو سردار قسم سیوم خدمات آتش نشانی دپارتمنت حالات فوق‌العاده ولایت کالوگا بینایی که در آن ساختار رخ داده است با یک صاحب ملک روس تعلق داشته است. معین کرده شده است که نصف همه خانه استقامتی و مهاجران به اجاره داده شده است و ساختار محض از قسمت شروع گردیده است که مهاجران آنجا زندگی میکردند. خوشبختانه کسی جراحت نبرداشته است و خانه نیز قریب که از آتش سوزی نجات یافت. تنها بام آن را برقرار کردن لازم می‌آید گفته است ایوان دیاچنکو سردار قسم سیوم خدمات آتش نشانی ولایت کالوگا. گفته می شود که همه جزئیات حادثه و سبب‌های سرزدن ساختار را مقامات تفتیشاتی معین می‌کنند. مسئولین خدمات آتش نشانی در صحبت به رسانه‌ها اشاره ساختند که محض همین خانه در کوچه مسکوفسکی شهر ابنینسک در دوام 4 سال اخیر بار دوم مورد آتش سوزی قرار می‌گیرد. در این ساعت شما تحولات تاجیکستان و جهان را در نشر خبری روی موج رادیو موجر میشنوید. از روسیه به تاجیکستان میرویم. زیاد از 90,000 نفر شهروندان تاجیکستان به واسطه پروازهای چارتری از کشورهای خارج به دوشنبه برگشتند در دوره پاندمیک. می‌نویسد خبرگزاری اوستا با استناد به سردار ریاست مهاجرت مهنتی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری اصلشان آدرشایف قید کرده شده است که در بین آن شهروندانی که در دوره پاندمی از دیگر کشورها به تاجیکستان برگشتند 74,171 مرد و 16,162 زن میباشد. هر سال تقریبا 500,000 نفر کشور را برای مهاجرت مهنتی ترک میکنند. سال 2020 129,000 نفر کشور را ترک کردند. 112,927 مرد و 16,880 زن. گفته است اصلشان نادرشایف رهبر ریاست مهاجرت مهنتی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان. با گفته این مقامدار وزارت مهنت و مهاجرت، روسیه همچنان کشور سم سرطلب جهت مهاجرت کاری برای شهروندان کشور محسوب می‌یابد. تا 90% مهاجران ما به فدراسیون روسیه می‌روند. باقی مانده 10% برای کار به قزاقستان و دیگر دولت‌ها می‌روند. تاکید داشته است اصلشان آدرشایف علاوه کرده است که در منطقه‌های تاجیکستان مرکزهای مشورتی برای به فعالیت پرداختند که شهروندان می‌توانند برای جستجوی کار به این مرکزها مراجعه کنند. طبق اطلاع نماینده وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری زاده به چنین مرکزها از 23,000 نفر برای مصلحت مراجعه کردند.
ادامه نشر خبر در تاجیکستان میمونه و نظر به تغییریابی قرب اسعار خارجی در برابر اسعار ملی سومانی نظر میکنیم. قرب اسعار خارجی در برابر پول ملی سومانی روز به روز میجهد. همینطور طبق تابلوی رسمی الکترونی بانک ملی کشور یورو با سرعت رکوردی افزوده روبل روسی نیز در حال قیمت شدن است. امروز قرب پول اروپا در سطح حد اکثر 1383 سومانی برای یک یورو مقرر کرده شده است، در حالی که دیروز این قرب 1377 سومانی برای یک یورو بود. روبل روسیه نیز افزایش یافت و حالا 1000 روبل روسی 154 سومانی ارزش دارد. این مقدار روبل روسی دیروز 153 سومانی مقرر کرده شده بود و 2 روز پیش باشد اون 154 سومانی را در بر گرفته بود. و اگر با معلومات 3-4 روز پیش برگردیم 1000 روبل از 153 تا 153.5 سومانی ارزش داشت. بانک ملی کشور خاطر رسان میکند که همه مالیات‌های اسعاری باید در بانک‌ها، فیلال‌های آنها، نقطه‌های مبادله اسعار و ترمینال‌ها انجام داده شوند و ویران کردن این طلبات جزای مأموری و جنایی را در پی دارد. یادآور می‌شویم که قبلا بانک آسیایی رشد نتیجه‌های تحقیقاتی را پیشنهاد کرده بود که طبق آن تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که پول ملی کشورهای در حال رشد از ضرر پاندمی کرونا ویروس به زودی برقرار نمی‌شوند. بانک مذکور همچنین سودشوی منبع پول ملی دولت‌های در حال رشد را نسبت به دلار پیش‌گویی می‌کند. شما در روی موج رادیوی مهاجر در این ساعت تحولات تاجیکستان و جهان را میشنوید. از تاجیکستان برمیگردیم به روسیه و نشر خبر را مستقیما ادامه میدیم. خطکشان یا خود به اصطلاح روسی کوریر شرکت خدمترسانی دلیلیف کلاب که در آن اساساً جوانان مهاجر کار میکنند از زخم کار در قسمت شرقی مسکو در حدود ناحیه یاسینوو جا داده است. در این باره با خبرگزاری تاس یک منبع از مقامات احتیاطی حقوق خبر داده است. خطکشان دلیلیف کلاب از جانب یک شخص نامعلوم در حدود ناحیه یاسینوو کار زده شده است و در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. کار در قفس سینه زده شده و دلش خلانیده شده است. گفته می شود در خبر علاوه می گردد که خطکشان یا خود کوریر مرحوم 19 سال داشته شهروند جمهوری قرقیزستان می باشد. در حال حاضر پرونده جنایتی از روی علامت‌های ماده 105 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه پرونده جنایی بازگردیده در این سمت تفتیشات ادامه دارد. دلیلیف کلاب یکی از کلانترین خدمات رسانیدن موادهای خوراکواری روسیه میباشد که به شرکت مایل.رو گروپ تعلق دارد. شرکت گفته است که به اهالی خطکشان کمک خواهد کرد. ما از این حادثه حیران شدیم و برخی شهروندان مرحوم تعزیه بیان میکنیم. حالا ما با آنها تماس میگیریم و حتما در چنین وضع به اهالی مرحوم دستگیری خواهیم کرد. تفتیش جنایت در صلاحیت مقامات حفظ حقوق است. ما به بازداشت فوری جنایتکار امیدواریم. قید کردند در دفتر مطبوعات شرکت خطکشانی دلیلیف کلاب. در پایتخت روسیه حالت‌های حمله به خطکشان‌های انتقال غذا دوره به دوره ثبت کرده می‌شوند. این نمود خدمت رسانی در دوره محدودیت‌ها بنابر پاندمی کووید 19 مخصوصاً طلبات زیاد پیدا کرد. مثلا 1 دکتر در ناحیه ماژایسکی در غرب مسکو مردی به خطکشان 33 ساله مهاجر حمله کرد که به مزاجش 2 عدد پیتزا می‌برد. در این باره روزنامه کامسومولسکی پراودا نوشته بود راهزن تحویلگر یا خود به اصطلاح روسی کوریر را با کار تهدید کرده طلب کرده است که محصولات خوردنی به او داده شود. بعد این حادثه نفر حمله‌گر یک جوان 25 ساله شهروند روسیه بازداشت شد. مقامات تفتیشاتی نسبت آن مرد برای راهزنی با استفاده از سلاح پرونده جنایتی باز کردند. مطالب تازه این ساعت‌های تاجیکستان و جهان بود در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما روی موج رادیوی مهاجر. سلامت باشید. در ساعت‌های بعد انتظار خبرهای تازه بمانید.